салому дуруди бепоён нисори якояки шумо дӯстони арҷуманд, забономӯзони гиромӣ, ҳамаи шуморо ба эфири навбатии имрӯза хушомадед ва хайрамақдам мегӯям. Дарси дуюм аст аз силсила дарсҳои забони англисӣ барои навёдгирон. хуб дӯстони гиромӣ, ягон нафар агар бошад аминҷа, хуб хабар мекунанд ки овоз чӣ хел аст. Агар овоз хуб бошад идома диҳем. улуғбек шӯҳратов 285 намедонам чиро дар назар дорем. ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. хуш омадед улуғбек шӯҳратов. шояд 985 дар назар дошта бошед.
اگر обуначиамонро дар назар дошта бошем, хуб ба фазли худо ба дастгирии бародарон дӯстон, бале оҳиста оҳиста ба мара наздик мешавем. خب ما در 5 نفر نشون دیده سرش میکنیم. دسترخوان زیبا. سلام و علیکم سلام. شما دین اولوبک شورت و از شادی. فهم از شادی دیگه نمیدونم که 985 نوشید یا که 285. خب قبول است. خب از درسی گذشته که وظیفه خانگی تیار هست. وظیفه خانگی را پرسیم یا که نپرسیم میشه. فردوس مومن سلام سوزی و سوزی عزیز و علیکم السلام شکر خدا خوب انتنجیمش مناظرین سوزین. خب یک چند سوال بپرسیم از وظیفه خانگی خوب می شود. خب پنسل چی می شود؟ پنسل کوکی می نویسه. پنسل چی می شود به زبان تاجیکی؟ اسماعیل جان تیجه سلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین اسماعیل جان تیجه. سیمپلمن سلام علیکم سوزن خوبین استاد و افیر بودگی ها. علیکم سلام شکری خدا خوبیم تنجیم شما نغزین سوزن خوش آمدین. خب کلمه voice انا من کلمه voice سیمپلمن قلم دسترخوان با قلم ولی دست اسماعیل جان تیجه پنجم کلاس تشکر زیاد اسماعیل جان تیجه تشکر. سیمپلمن آواز بله. خب زو چی می شود؟ زو باغ حیوانات بله درست باغ حیوانات می شود. خب درباره زایلافان یک نفر پرسیده بود. خب همینجا هستین. خب نمیخوایم نامشون رو بگیریم. زایلافان این X است X اما در اول زایلافان خوانده می شود. یعنی زایلافان در گوگل هم اگر بزنین زایلافان ترجمهش زایلافان یافتیم و یک نوع اسباب موسیقی که در این درس نشانش میدیم. در این درس این اسباب موسیقی را نشان میدیم. خب دسترخوان زیبا صدا سیمپلمن ششم لایک تشکر. دسترخوان زیبا پارک نمیشه باغ حیوانات خب خب امروز باشد درس دوم را آغاز میکنیم از سلسله درس های زبان انگلیسی برای نو یادگیران.
این کلمه ها شاید که برای بسیاری از شما آشنا باشند، اما برای نویادگیران فکر میکنم که خیلی مناسب هستند. اولوبک شوراتوف قلم اکا. بله پنسل قلم. با فیلم آواز دیر رسیده شما ده. بله درست، تشکر زیاد. خب درس امروزه عبارت است از رسم ها و بعضی کلمه ها. کوشش کنین از هر یک حرف، چون که دیگه نوشتگی است الف بای زبان انگلیسی حرف A، از هر یک حرف حقلا یک کلمه ای از یاد کنید. خب می رویم. apple، apple سیب. airport، airport، airport فرودگاه. abdomen، abdomen، abdomen شکم. arm، arm، arm دست. خب اینجا کلمه ها هم با زبان انگلیسی یا با حرف انگلیسی آورده شدن و در بین قوس طرز خواندنشان در بین قوسین، مثلا apple، apple، airport، airport، abdomen، abdomen، arm، arm، یعنی در بین قوس طرز خواندنشان. اما در اخیر ترجمه هاشون سیب، فرودگاه، شکم، دست. حرف B، baby، baby طفل، کودک، نوزاد. ball، ball، ball توپ، توپ. basket، basket، basket سبد. boy، boy، boy بچه، پسر بچه. خب در اینجا ترجمه هاشون طرز خواندنشون هست. کسانی که من بعد ویدیو رو تماشا میکنن میخواهند که بنویسن این کلمه ها را، هم ترجمه هاشون و هم طرز خواندنشون در بین قوس هست. دیگر نمیخوایم که اینجا اینها رو تکرار کنیم. خب سیمپلمن ترانسکریپسیا. بله این طرز خواندنشون، این هم ترانسکریپسیا میشه باید فکر ما که سیمپلمن طرز تلفظشون. خب عالم سخنها 8 لایک، تشکر زیاد. عالم سخنها کلوچ. عالم سخنها فکر میکنم بار اول است آمده هستین، درس زبان انگلیسی است. اگر خواهش داشته باشین مرحمت کنید. فیو سلام علیکم معلم سازی خوبین؟ سلام به همگان. و علیکم السلام، شکر خدا خوبین تنجم. اپای فریضه شما خوبین تنجم؟ خوش آمدین. سیمپل من علیکم السلام. اپای فیو دستر خواندی به علیکم السلام، خوش آمدین. اپای فیو آباد باشین، خواهران و دادرک و سربلند باشین شما نیز. خب برای نو آموزان تاکید کردن که اینجا میتونین اینها رو چکنین نویسین، هم طرز خواندنشون هم ترجمه شون. خیلی شکرانه، خداوند سازی و رحمت سلامت باشین. حرفی سی در میگذاریم. سی، این حرفی سی در بعض حالت سی تلفظ میشه و در بعض حالت ک تلفظ میشه. قاعده این رو در یک درس الهیدگی میگیریم، شاید درس آینده یا که بعدیش حتما در این مورد میگیریم که کدام حرفا چخیل خوانده میشن در بعضی جاها. مثلا یعنی بعضی قاعده های مهم دارن، مثل اینکه مثلا بعد از حرف سی اگر حرفی y e i y بیاید، اگر مثلا سی خوانده میشه، چون اینجا ای اومده است. یعنی خب قاعده هاش بعدا میگیریم. اینها برای سطح ابتدایی هستن، فقط از روی رسم نگاه میکنیم. calculator، در اینجا حرف سی که تلفظ شده است، که. حالا مثل خانها سک، شیمش، سک، شیمش. شاید شما سگ گفت است باشین، سگ چی میشه؟ مثلا سگ دوگ، چگونه که سیمپل من نوشتن سگ دوگ. خب calculator حساب کنک، یا با زبان روسی کالکولیاتور. زندگی زیبا، سلام سازین خوبین؟ با لایک. علیکم سلام، شکر خدا خوبیم تنجیم. شما نغزین سازین، خوش آمدین، تشکر برای لایکاتون. خب سرمونی، سرمونی جشن، جشنواره، شب نشینی. جشنواره، شب نشینی.
خب circle 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 doira halqa color 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 rang خب اینجا سریمونی را جشن گفتیم بله جشنواره مراسم اوین خب اینجا میتونین از روی این چوپنه نویسین گیرین اگر حاضی نوشته باشین نوشته شده باشین یعنی میتونیم کم و بیش صبر کنیم برای نوشتن لیکن اگر بگین که نه حاضرش بخونیم برین بعدا خودمون می نویسیم چون که اینجا طرز خواندنش هسته خوب خوانده میریم یعنی چگونه که با شما معقول باشن یعنی فیو در اینجا نوآموز هستن و باز کی است نوآموز یگان نوآموز اگر باشد نویادگیر برای اونها چه خیلی معقول است یعنی فقط بخونیم بریم یا که بایستین در هر یک حرف چون که این کلمه ها رو شما بنویسین بگیرین خدا یک شورت فکر میبخشید خودداگ سگخور میشود همین درست است کلمه خودداگ اگر راستی نمیدونم برای چی خودداگ موندگیه یعنی در اصل هات داگ است هات داگ یعنی هات گرم میشود سگ هات گرم میشود داگ سگ میشود اما سگ گرم ترجمه نمیشه که راستی کلمه رو نمیدونم چی ترجمه میشه هات داگ یعنی بعضی چیزا هستن که از دیگر زبان کلمه های اقتباسی میگن در این زبان دیگر میگذره و مثل کلمه کامپیوتر از دیگر زبان گذشته است در بعضی زبان ها که دیگر ترجمه نشده است مثل که از انگلیسی با روسی گذشته است دیگر ترجمه شدگی نیست یا و مثل کلمه ساندویچ مثلا ساندویچ نیز در چند زبان گذشتگی ترجمه نشده است و مثل کلمه خب خودداگ که گفتین شما و باز و مثل خب کلمه ها زیاد هستن که وقتی از این زبان با او زبان میگذرن ترجمه نمیشن مثلا این برنامه مایکروسافت چگونه که در اکران دیدین این برنامه مایکروسافت نام دارد مایکروسافت در زبان تاجیکی مایکروسافت است در روسیه مایکروسافت است در انگلیسی مایکروسافت است اگر این برنامه مایکروسافت رو بخوایم ترجمه کنیم میکرو یعنی خرد میشود سافت ملایم میشود میکروسافت ورد کلمه میشود یعنی خردی ملایمی کلمه یعنی تماما دوباره نمیگه ترجمهش بنابراین یکی از چیزایی که شما گفتین همون خودداگ هم شاید از همین جمله باشه که ترجمهش غلط میشه اگر اون طرزی که ما میخوایم ترجمهش کنیم خلاصه شوراتوف از یک کس شنیده بودم برای این پرسیدم براستی نمیدونم که ترجمهش یعنی خودداگ همون سگ خور یا خور سگ نوشتیم چی نوشتیم سگ خور نمیدونم اما خیلی شاید یا نمیشد یکان معلومات ندارم خب زندگی زیباست نوشتین درستی نفهمیدم خب حرف دی دکتر دکتر پزشک درایور راندن میشود راندن ماشین راندن اما درایور راننده رو میگن راننده دور در داگ اینا در کلمه سگ اومدن داگ سگ در اینجا طرزی خواندنشون و ترجمهشون هست میتونین از اینجا نویسید خدا شوراتون رحمت در پای زندگی زیباست سگ خور نمیشه و خب حرف ای در حرف ای آمدیم ایگل عقاب egg تخم eraser خط کرکنک eye چشم خب در اینجا طرزی تلفظ و ترجمه شد خب حرفی F face روی چهره زبان روش خط لیتسا family
family oila, xonavoda. Finger angusht, chilik. Flower gul. Birinchi tarzi talaffuz va tarjima. Harfi G. Garden bog' میشود. bog'. got buz. gold tilo. grass sabzazor. خب طرز خواندن و تلفظ. طرز خواندن ترجمه. خب حرفی H. hand dust. home منزل، خانه. و باز چون که در اول گفتیم arm صورت دست آمده. arm گفته یعنی همین قدر رو arm میگن، یعنی از اول انگشتون تا اورنج arm است. arm یعنی زیرا میشود. خب arm. اما hand گفته دست رو عموما میگن، یعنی از اینجا سجدگی تا اینجا همه را دست میگن. خب دستی که سلام میگن اینا دست میگن. home باز یک کلمه دیگه است. house نیز خانه میشه، منزل. horse اسب. hospital بیمارخانه. خب طرز تلفظ و ترجمه. حرفی I. ice cream یخماس. insect حشرات. iron اتو یعنی درزمال. island اینجا در اس تلفظ نمیشود. در کلمه ایسلند اس تلفظ نمیشود، سایلنت هست، یعنی خاموش است، یعنی تلفظ نمیشود. پس island خوانده میشود. island یعنی جزیره میشود. island. خب اینجا طرز خواندن و ترجمهشون ice cream, insect, iron, island جزیره. خب حرفی J. jam مربا. juice شربت، یعنی به زبان روسی ساک. جون ماه ایون. جولای ماه ایول، یعنی 7 ماهگی ایول. طرز خواندن و ترجمه. حرفی K. kangaroo با فکر در همه زبان دیگه هم کنگرو ترجمه می شود. خب اول ترجمه تاجیکی شد نبناییسم. کی اویلا. معذرت، اینجا اپای فریزه اویلا نوشته است. چشم در کامنتی اپای فریزه خورد. کی را اویلا ترجمه کردیم. کی کلید می شود. کی کلید. keyboard تخته کلید. صفحه کلید، یعنی هم تخته کلید آمده است هم صفحه کلید. به زبان روسی کلاویاتورا. kitchen آشخانه.
خب طرز خواندن و ترجمه شد. معلم ما کلید اویلا را از یاد کردم. بهترین اویلا یعنی فامیلی، کلید کی. بله. خب حرفی L leaf 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 bark bark lemon 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 limon limu lion 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 share lag 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 kunda yani kunda meşhur böyle kunda tercüme kunda önce terzi telaffuz ve tercüme harfi M map 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 yani harita milk 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 yani şir mouse 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 مشوره مشوره همون و زبان روسی فکر میکنیم مشکه میشید مشوره یا موشک باز کلمه ماوس موش موشکی یعنی حیوان است فی موشک بله ماوس یعنی موشک طرز خواندن و ترجمه شد یعنی هم موشک میگن هم مشوره و کلمه میلک هم به معنای اسم میاد هم به معنای فعل میاد یعنی میلک شیر میشود با هم میلک جوشیدن هم میگن تو میلک جوشیدن اگر ما بگم که ای میلک من میجوشم خب هم به معنای اسم است هم به معنای فعل حرف N nest 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 لانه 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 پرنده nine 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 نه رقم نه nose 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 بینی nurse 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 همشیره همشیره شفقت خب طرزی تلفظ و ترجمه شد نست یعنی لانه آشیانه آشیان آسایشگاه با معنای آسایشگاه هم میامده است کلمه نست و نورس همشیره شفقت دایه پرستار شیر دادن مکاندن پرستاری کردن خب دوستان کلمه نورس به معنای فعل هم میامده است به معنای فعل یعنی هم به معنای شیر دادن پرستاری کردن و هم به معنای دایه همشیره شفقت این همی رسمش خب حرفی او one 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 رقم یک ostrich 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 شترمرغ میشه در فیلم ترجمهش بله شترمرغ onion 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 پیاز orange 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 پرتقال یا که اون افلسون نارنج پرتقال افلسون اپلسین اپلسین به فیلم و زبان روسی است خب طرز خواندن و ترجمه شد خب کی باشد حرف پی pen 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 روچکا pencil 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 قلم فیو یک بله رقمی 1 یعنی یک pencil قلم people 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 مردم خلق popcorn
Popcorn. Popcorn همون جواری پقاق ترجمه شدیم. جواری پقاق ولی جواری پقاق. و زبان روسی به فیلم پاپکورن میگن. خب طرز خواندنشون و ترجمهشون. حرفی Q. Simplemente افعال فعل شما این موضوع را کجا میدونین؟ پیش استاد جواب داده سعی. شاید پیش یکی میدونستن بعضی کلمه را، چون که در درس ها بیشتر وقت اشتراک میکنن. زندگی زیباست. خودداگ یک خوراک سگ بود در امریکا، برای سگ تیار میکردن، بعد آدمان استفاده بودستن. راستی اون معلومات ندارم بود. حرف Q. Quail. 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 Quail بدونه میشید و فیلم بله بدونه. Quail ترجمهش بدونه، ورتیش، کرک، پرنده صحرایی خوش‌آواز که از گنجش کلانتر میباشد. خب بدونه. Quail. Quail بدونه. Quarter. 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 Quarter چاریک. چاریک یعنی 25% یا که از 125 مثلا quarter چاریک. Question mark. Question mark. Question mark یعنی علامت سوال. Quill. Quill. Quill پر. سرقلم پر. سرقلم هم پر میشنست. کویل. خب اینجا طرز خواندنشون و بعضی ترجمه های زیاد هم آورده است. مثلا کوارتر چاریک، مرکز، محل، بخش، خانه، قرارگاه، منزل، مسکن، دایره شخصانی معین. خب اما معنای زیادتر همون چاریک استفاده میشه. کوارتر. خب فعل درسی گذاشته وظیفه خانگی داده بودن. معلم این قیقه عجب کردن. بهترین. بله از همین حرفایی که خونده استیم فقط یک کلمه ایشه وظیفه خانگی داده بودیم. درسی گذاشته درست. خب سیمپلمن بهترین فعل داره. قطع شما اینقدر خواندم سنم یاد گرفتم دیگه نگفتم ماه بشینی ماه شوید. بله با ماه شینی ماه شوید. خب حرفی R. Rabbit. Rabbit. Rabbit خرگوش. خرگوش یا زرگوش هر دو جایی است. رادیو. رادیو. رادیو یعنی به همه زبان رادیو میشه. رود. رود. رود راه، اما راهی کلونا رود میگم. راه کلونا. روز. روز. روز گلی صدبرگ. خب رابط یعنی خرگوش، زرگوش، رادیو. رادیو، رود، راه، خیابان، روز، صدبرگ، گلی صدبرگ. بله. طرز تلفظ و ترجمه شد. خب حرف S. ship. ship. ship کشتی. سیمپلمن کوشش کنین همش میشه انشالله، نصیب انشالله. ship یعنی کشتی. six. six. six یعنی شش، رقم شش. spoon. 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 spoon قاشق. sun. sun. sun آفتاب. خب اینجا طرز خواندنشون و ترجمهشون. حرفی T. tie. tie. tie گالستوک یا گردنبند. tree. tree. tree درخت. taxi. 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 taxi
فکر میکنم در همه زبان ها تاکسی است. ترجمه شدنی نیست. tomato 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 پمیدار. یا اگر کسی تاجیکش پرسه تاجیکش فاتیلاجان می شود. فاتیلاجان یکی درگان مسابقه آمد حاضر جواب باشنده فاتیلاجان. یعنی این از پیش خودم است از کتابی استاد سید رحمان سلیمانی است. یعنی در کتاب استاد سید رحمان سلیمانی که لغتنامه است، دو مجلد است، دو قسم است. در اونجا هم فاتیله جان آمده است، هم فاطمه جان آمده است. اما در فارسی این گوجه فرنگی می شود. گوجه فرنگی. فیو نو فهمیدم. زلاتای پرین. سلام علیکم. و علیکم سلام. شما در زلاتای پرین. تومیتو یعنی پومیدور. خب تای گلستوک علاقه رابطه. تری درخت چوب تخته شجره. تاکسی تومیتو پومیدور. فاطمه جان گوجه فرنگی. این ترجمه‌شون آوردگی. خب پومیدور و از روسی گذاشته از در تاجیکی. فاطمه جان گوجه فرنگی در فارسی گوجه فرنگی می شود. خب حرفی یو. امبریلا چتر. اندر یعنی در زیر. مثلا در اینجا نگاه کنیم the ball is under the table یعنی توپ در زیر میز است. unicycle چگونه که ولوسیپد رو دوچرخه ترجمه کردگیم در زبان تاجیکی دوچرخه، unicycle رو میشه یک چرخه ترجمه کرد. یک چرخه. up بالا. زلاتای پرین دهم لایک برادر. تشکر زیاد زلاتای پرین. up یعنی بالا. خب در اینجا ترجمهشون طرز خواندنشون هست. امبریلا چتر شمسیه سایبان اندر زیر در زیری پایانتر کمتر تحتی راهبری در دوره یونیسایکل یک چرخه. آپ بالا با بالا. فیو چترم از یاد کردم. بهترین. تشکر زیاد. خب حرفی وی. وز گلدان می شود. در زبان روسی و فکرم وز می شود. vegetable سبزوات. vulture اینجا ت چه خونده می شود. vulture کرگس می شود و فکرم بله کرگس. vulture کرگس. visit یعنی با مهمونی رفتن، زیارت کردن، با زیارت رفتن، دیدار بینی کردن. خب visit بازدید، دیدار، عیادت، خبرگیری، مهمونی. بله. خب اینجا ترجمهشون و طرز خواندنشون. حرفی W. watch ساعت دستی. البته ساعت خودش ساعت دیواری clock می شود. watch ساعت دستی. woman زن، خانم. watermelon تربوز. window تیرزه. فیو voice صدا. تشکر زیاد فیو. window تیرزه. خب ترجمهشون اینجا watch ساعت دستی تماشا مشاهده. یعنی watch هم به معنای ساعت است، هم به معنای
مشاهده است. بله فراموش کردم میگم. یعنی مثلا میگم که I watch TV، من تلویزیون تماشا میکنم. I'm watching TV، I am watching TV، من عین زمان تلویزیون تماشا دارم، یعنی عین زمان I'm watching. خب woman زن، زنک، همسر، خانم، watermelon تربوز، window تریزه، پنجره، روزنه، دریچه. خب حرفی X، X xenophobia، 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 xenophobia قوم بدبینی می شود. قوم بدبینی، نژاد پرستی ترجمه شد بگیم. xenophobia بدبینی نژادی، بیگانه ترسی، بیم از بیگانه، خامه، یعنی بدبینی نژادی. بله یعنی بیگانگان رو بد دیدن. xenophobia، xenophobia. X-ray، X-ray، X-ray همون چی را میگن؟ رنگینه، وقتی که رنگین میکنیم X-ray. X رو نگه دار حدکی مورد از بابر مالخونه رفتن. خب زایلوگرافیا، زایلوگرافی، 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 زایلوگرافی هنری نقاشی را فکر میگم، صنعت نقاشی. بله زایلوگرافی هنری نقاشی، صنعت نقاشی. خب زایلوفون، 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 زایلوفون یعنی زایلوفون میشوند یا که زیلافون. خب در بسیار جا زایلوفون آمده است. خب در اینجا زیلافون. سنتور چوبی، یعنی هم معناش نمیدونم. سنتور چوبی شاید کسی این را نفهمد یا کسانی که در ساحه موسیقی باشن شاید که بفهمند. یعنی یک اسبابی است که اسباب موسیقی است، یعنی وقتی میزنیم صدای گوناگون میدهد. کازان تیجه 11 لایک از من. تشکر زیاد اپای کازان. السلام علیکم دوستان عزیزم، هم مکسه خوب نغزین، شکر خدا خوب تنجیم سوزیم. و علیکم السلام، خوش آمدین اپا جان. بسر خودی و علیکم السلام، خوش آمدین اپا جان. کازان سیمپلمن میشه ساز شما سازین. بسر خودی و خدا را شکر ساز شما چی آمدین اپا جان. کازان فیو علیکم با سلام. کازان شکرانه خداوند سازیم شما سازین. خب زایلوفون یا بولی از جمعی خونیم. xenophobia بدبینی نژادی، بیگانه ترسی، بیم از بیگانه، خامه. X-ray، X-ray عکسی رنتگنی، عکسی رنتگنی گرفتن. زایلوگرافی، زایلوگرافی صنعت نقاشی. زایلوفون، زایلوفون زیلافون یعنی که سنتور چوبی. سیمپلمن فکر میکنم فهموشید، نه اون زایلوفون فهموشید نشید. کازان تیجه دستر خونده بود سلامت باشید. من خوبم شما سوزه نازم دو که من سوزه جان چون خوبم. کازان تیجه فیوز چون سوزی نازی خواهی پنج چون دوله اپای کازان تیجه من خبرکش نیستم خاک نگم بو میکفم. این بعد افیری سوال جواب وقتی که رفتیم کلینتون در پیش در انا میخواه کدگی استودگی. خب داموش خیلی نمیگیم. خب حرفی وای، در حرفی وای رسیدیم. یکت، یکت، یکت کشتی سیاحی میشه فکر میکنم. یکت یخته به زبان روسی است. یخته یک نوع کشتی بادی یا بخاری، یعنی یک کشتی خرده هست که برای سیاحت استفاده میشه در دریاها و بحرها. یلو، یلو زرد، رنگ زرد. استاد من لایک مونمو میرم که من دکم مزش نیست. مایلش مایلش خوش آمدین اپای کازان تیجه. خداوند شفای کامل شفای عاجل نصیب گردونه با اکیزیو بینه. سیمپلمن ها فهموشید نکی در کار نیست استاد فکرم. بله اکی خیلی
بعضی حرفا کلمه به نهایت کمه. با هم خاطر بعضی کلمه‌ای هستن که صورتش یافته نمیشه. با هم خاطر همین صورتی هم را یافتیم در اینجا جوش کردیم. گفتیم فهموش هم مثلا. کسان تجربه دستر خونده بود چی با سری داری ما را زوری کرده. خب یلو زرد گفتیم ما. یولک 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 در اینجا لی با پوری تلفظ نمیشود. یولک یولک یعنی قریب رنگی وی است. با هم خودی اینجا حرفی وی آوردیم. یولک یولک زردی تخم میگن. زردی تخم. یویو یویو یک نوع بازیچه. یویو یک نوع بازیچه. خب در اینجا طرز خواندنشون ترجمه شون. یکت یخته یک نوع کشتی بودی و بخور. یلو زرد یولک زردی تخم. یویو یویو یک نوع اسباب بازی بچگانه. خب اخیران حرف از الفبet زبانی از الفبای زبانی انگلیسی. زبرا زبرا تپجان کزن دینا جواب نما جواب قبول نکرد برای همو. زبرا گورخر یا اینکه خر وحشی. زیرو 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 یعنی صفر یعنی نول صفر. زیگزاگ 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 و ترجمه هم زیگزاگ یا خط شکسته. زیگزاگ یعنی خط شکسته. زیپر 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 یعنی زیپدار. زیپدار یعنی که زنجیرک. زنجیرک یعنی که زیپدار. زیپدار. خب با همین تمام شد یعنی از الفبای زبانی انگلیسی از هر حرف 4 کلمه برای شما پیشنهاد کردیم. خب وقتی افیری زبانی انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم قریب اومده است. در اینجا درس امروزه با پایان رسید. یکم کسی یکم سوال پیشنهاد داشته باشه مرحمت بفرمایید. خب اگر نباشه با همین درس امروزه با همین رسید. خب کازم تجه استاد دودرجان نترسه کلین اولی کمتر کارم هست بیکار شوم بعد قطعی شما دستر خفیزه با حرف کلام گب میسم احتیاط کن. خب رحمت اقای کازم دسترخوان جبون نزنید دودم اگر زدنی شدی با شوپا بزن. خب که باشد یکم کسی یکم سوال پیشنهاد یکم توصیه داشته باشم بفرمایید. خیلی شوخی میکنیم رفتم میکنم مایلش خواب شما نپا کردن سیمپلمن استاد حدی اقل 60-70% همه کلمه ها را یکم روز پرسین استاد. خب نصیب انشالله در بین درس ها حتما میپرسیم. یعنی فیو رحمت معلم درس دیگر 5 کلمه از یاد میکنم انشالله. انشالله خیلی که بعضی ها شاید زیاد از کده بتونن بعضی ها کمتر. این درس برای نو یادگیرا هست. یعنی کوشش کنین اگر کسی بتونه از هر یک حرف همینجا از هر یک صورتایی که نشون دادیم 4 صورتی مثلا از یک حرف 4 صورت کدامش برای شما آسان در کاری است. مثلا کلمه زایلفون برای یکون کسی در کار نیست. اذیتش نکنید. کدام کلمه‌ای که مثلا ایکس ری یعنی رنگین میشود. رنگین اذیت کنین یعنی ایکس ری. خب از هر یک حرف یک کلمه‌اش انتخاب کنین و که از صورتش بگیم انتخاب کنین برای خودتون اذیت کنین خوب میشه. اوچای سومه فیو معلم حرکت میکنم انشالله. سیمپلمن انشالله. اوچای سومه خون سلام همه کسا نظر دیر کردم چی و علیکم السلام. اوچای سومه خون خوش آمدین. قریب که بله یک 3-4 دقیقه دیگه مونده تمام. همه کلمه‌ای که نام گرفتیم با صورت کلون نشون شدیم در افیر در ویدیو ثبت شوند. شاید که در آینده کس تماشا میکنه که می نویسه میگیره شما. ابدومن
airport, apple, arm, baby, ball, basket, boy, calculator, ceremony, circle, color, doctor, dog, door, driver, eagle, egg, eraser, eye, face, family, finger, flower, garden, goat, gold, grass, hand, home, horse, hospital, ice cream, insect, iron, island, jam, juice, July, June, kangaroo, key, keyboard, kitchen, leaf, lemon, lion, log, map, milk, mouse, mouse, nest, 9, nose, nurse, 1, onion, orange, ostrich, pen, pencil, people, popcorn, quail, quarter, question mark, quill, rabbit, radio, road, rose, sheep, 6, spoon, sun, taxi, tie, tomato, tree, umbrella, under, unicycle, up, was, vegetable, visit, vulture, watch, watermelon, window, woman, xenophobia, x-ray, xylography, xylophone, yacht, yellow, yoke, yo-yo, zebra, zero, zigzag, zipper. خب فیومه سومه برای خودت بود در سوره ایسر سر میکنین در سوره و چه اسم میکنم فیو رحمت اپایت سر میکنیم. خب در همینجا درسی امروزه به پایان رسید. تشکر از همتون برای اشتراکتون. کامیاب و سربلند و موفق باشین. خب خداحافظی میکنیم در همینجا. بعد از 2-3 دقیقه باز افری زبان انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم آغاز می‌یابد. خب اوچه میخوام خیلی عالی است. سلامت باشین. تشکر. شما عالی هستین که آمدین اشتراک کردین و ما رو دلبرداری کردین. تشویق ما کردین. خب دوستان گرامی افیل قد میکنم چون که بعضی وقت افیل قد میکنیم خطا بعداً میان. بشه که خبرتون کنیم که افیل قد میکنیم که وقتی افیل دیگری هم رسید است.